الله الرحمن الرحيم. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مزمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونحو وضوء هذا متفق عليه. ما قبلا حدیث قبلی را خواندیم که در ارتباط مسواک زدن بود و احکام مسواک چگونه بود او را بیان کردیم در بخش طهارت. امروز در بخش وضو که چگونه وضو صورت بگیره، چون که خواندیم قبلا که شرط نماز وضو است. حال وضوی پیامبر عثمان رضی الله عنه بیان میکنه، میفرماید میگه عثمان رضی الله عنه طلب کرد به وضوء به یک ذره آبی که وضو کنه. فغسل کفی 3 مرات، میگه 6 در دو کف دست خود 3 مرتبه. ثم مزمزه، باز مزمزه کرد، یعنی دهن خود آب انداخت. و استنشق، و در بینی خود آب انداخت. و استنثر، و باز آب بینی خود پایین انداخت. ثم غسل وجهه و 6 روی خود را 3 مرات 3 مرتبه. ثم غسل یده الیمنی، بعد از او دست راست خود 6 الی المرفق تا به بارونجا را 3 مرات 3 مرتبه. ثم الیسرى مثل ذلك، دست چپ شام 3 مرتبه تا رنج 6. ثم مسح برأسی، با سر خود مسح کرد. ثم غسل رجله، و پای راست خود 6 رجله الیمنی الی الکعبین تا به جلکا 3 مرات 3 مرتبه. ثم الیسرى، با پای چپ شام 3 مرتبه تا به جلکا 6 مثل ذلك. ثم قال، باز گفت عثمان رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا مدیدم رسول الله را صلی الله علیه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، که وضو کرد امی قسمی که ما وضو کردم، یعنی وضوی پیامبر عملی برشان نشان داد. متفق علیه. امام بخاری مسلم را نقل کرده. ی حدیث آوردن در کتاب خودان، صحیح حدیث ثابت و قوی است. حمران این کی است؟ اصل نامش مشهور به ابن عبان است، ابن خالد، جمله تابعین است و معتمد است. ان عثمان خلیفه سیوم اسلام، داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه، الله از راضی شود، دعا بوضوء، خاص وضو واو فتحه داره یا زبر داره. ما شما قبلا خواندیم یکی وضو است یا وضو، یکی وضو است. وضو گفتیم با معنای طهارت، با معنای فعل عمل همی وضو را میگه که عمل میکنی، پاکی را میگه وضو. چی کنی؟ وضو کردم یعنی خدا پاک کردم، وضو کردم یعنی عمل وضو را انجام دادم. و وضو که از هم آب میگه، آبی که انسان وضو میکنه توسط از او خدا پاک میکنه، او را وضو میگه، یعنی با واو، واوی که فتحه داشته باشه. اگر واو ضمه بتیم یا پیش بتیم وضو، و بازو عمل میگه یا طهارت میگه. یعنی طلب کرد آب، فغسل کفیه، وقتی که آب طلب کرد 6 اردو کف دست خود را تا بند دست 3 مرات 3 مرتبه. کفیه تصنیه مثنی کف است، راحه مع الاصابعین، این ساعه که خود انگشتا کف میگه. این را به این خاطر میگه لانه تکف الاذى عن البدن، این کف که است همی ضررها را، همی دست کف و پنجه ضررها را از بدن دور میکنه، نمیمونه که چیزی ضرر برای چیزی بیاد دست خودت پیش میکنه. میگه دستای خودت 3 مرتبه شد، یعنی نو که شروع میکنی 3 مرتبه دستای تا بشویی. ثم مزمزه، باید مزمزه کرد. پیش از این ما شما خواندیم که مسواک هم میزنی پیش از وضو. مزمزه یعنی آب در دهن خود انداختن میگه، که آب در دهن پرت و باز غرغرام بکنی خوبه. و استنشق، و استنشاق چی را میگه؟ استنشاق کرد. استنشق از استنشاق با معنی کش کردن آب با باطن بینی، با نفسی تو کش میکنی، میمون کش میکنی با نفست که در بینید برسه، حتی خوب بالا برسه. و استنثر، استنثار چی را میگه؟ اخراج الماء، آب که در بینی رفت پس آب بیرون میکنی و این تو پچق میکنی، میگه فش کرد بینی خدا، نی که آب کش کنی باز پس پچق میکنی یا بینی تا که پاک شد.
ثم غسل وجهه و با 6 روی خود را. وجه گرفته شد مواجهه مقابله را میگه. به این خاطر ایرا وجه میگه که لانه یواجه، این که روبرو میشد با روی با دیگه کسا. و حدش از کجا شروع میشن؟ منابت شهر، جایی که موی بر آمده معتاد که از چیزی که عادی نجمی سا تا به پایین شد تا لحیه را تا سایری شنید زنه. و من الاذن الى الاذن، از یک گوش تا دیگه این ساها و از اینجا تا اینجا ایرا روی میگه، یعنی روی خودش ششت. ثم باز میگه که 6 دستای خود مرفق چرا میگه مرفق؟ به کسر میم و فتح فا مفصل العضد من الذراع، امو مفصل بازو است که دست انسان ذراعش که است اینی ساعره. اینا به این خاطر میگه لانه یرتفق به زیرا انسان مرفق ایره میگه انسان از این فایده میگیره، منفعت میگیره. در قرآن آمده که و یجعل لکم مرفق یعنی انتفاع جای فایده. چه قسم استفاده میکنن؟ در تکیه کردن و امثال ازی و توسط ازی خود به کارهای خود از این دست خود استفاده میکنه، کمک میخواد. باز مسح براسی مسکت یعنی تیر کت دست خود را که تر بود در سرش با بر الساق است، یا ماسح که است دست خود تیر میکنه در مساحی مس این تو دست خود تیر کرد. کعبین مصنای کعبان دوست خانایی است که در پالوی ساق که است، این بند پای میگه که آخر که شد باز اونو کعب میگه، یعنی بجلگ یا اشتالنگ میگه بعضی ها. توضا نحو ذی هذا میگه وضو کرد، بعد از اینکه پیامبر مثل وضوی ما وضو کرد، یعنی مشابه ازی. ما وضو اینجا نحو وضو یعنی مراد به این عملی را که من انجام دادم امی قسم پیامبر وضو کرد. و ابو داود هم حدیث نقل کرده میگه توضا مثل وضوی، مثل وضوی ما. خب این سوالی است که ششتن اردو کف دست در اول وضو چی حکم داره؟ فرض است چی است؟ سنت؟ علما میگن مجتهدین سنت است. امام نووی میگه و کذالک به اتفاق العلماء، یعنی به اتفاق امام مجتهدین دستار تا بند ششتن سنت است. شیخ ابن عثیمین میگه لان آلت الماء، به خاطر که امو آله آب است، وسیله آب اولی را بشویی که دیگه جای بدن تا پاک کنه. چرا میگه اینجا سوال پیدا میشه که چرا واجب نیست سنت؟ به خاطر که میگه الله وضو را در قرآن یاد کرده، مثل که در سورة مائده و در اونجا شروع کرده به شستن روی، یعنی دست ناورده است. میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، وقتی که روی بشید. از این فهمیده میشه که دست شستن فرض نیست و شستن هر دو کفه بیان نکرده است. ابن قدامه می در مغنی میگه ولیس غسل ما بواجب عند غیر القیام من النوم بغیر خلاف النعلم. میگه شستن امی دست واجب نیست بغیر از خیستن از خواب که میخیزی باید بشوی، واجبه. غیر از اونه بدون خلاف میگه من نمیفهم که علما یا مجتهدین ائمه در این اختلاف کرده باشن، کلش اتفاق دارن که واجب نیست. غیر از این که نو از خواب میخیزی بازو پسان میخوانیم ما شما گپش جدا. سوال دیگه است که حکم تقدیم مزمزه به استنشاق چی است؟ یعنی اگر یک کسی اول بینی خود باز روی خود باشه چی؟ ترتیب فرض است که اول دهن باز بینی را یا چی حکم داره؟ احکام ما شما میفهمیم 5 قسمه. فرض واجب یکی و حرام 2، مستحب سنت 3، مکروه 4، حرام 5. این احکام که گفتیم و حکم که گفتیم 5 چیز باید در ذهن ما بیاد که کدام میشه. مستحب است. مستحب امور میگه که پیامبر امور انجام داده و الزامی نباشه، کسی انجام بده ثواب داره، اگر نمیته گناهگار نمیشه. چرا؟ به خاطر که پیامبر ثم مزمزه کرد و استنشق، باز آب در بینی انداخت و این مذهب جمهور علما اکثریت است. فلو خالف فلا، اگر کسی مخالفت کرده باشه میگه خب اگر یادم مخالفت کنه گپی نیست، ولی طریقه سنت همیست که اول دهن مخالفت با سنت میشه باز بینی. خب فروض وضو، فرضهای وضو چی است؟ در قرآن که بیان شد 4 چیز است. یکی شستن وجه است روی، دوم دستا تا آرونجا را، و سوم مس سر، و چهارم شستن پای تا به کعبین. این فرض است. در الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، مؤمنین وقتی که اراده نماز کردین فاغسلوا بشوین وجوهکم رویتان را و ایدیکم بشوین دستایتان را الی المرافق تا آرونجا را و امسحوا
مسح کنین بروسکم به سرایتان و ارجلکم للکعبین و بشوین پایتان تا به کعبین، تا به نارنجا، تا به بجلکا. این خو 4 شد. پنجم هم در حدیث است که ترتیب است، یعنی به ترتیب، اول روی، باز دستا، باز مسری. این پنجم فرض. و ششم موالات، پای در پای. این طور نشه که اول روی تششتی بشین یا چند دقیقه خوش شد بعد دیگه دست پای در پای. حتی بعدی باشه که وقتی پای تا میشوی از روی تا آبش بانه، یعنی خوب به سرعت باشه. چقدر که سرعت باشه خوب است، تیز باشه. یکم تا ببینید در موزخانه که میره یا تشناب گم میشه، نه میشه قو بعد روی خود تیر میکنه. این کلش گناه است. ما و شما خواندیم که 3 بار اضافه شد گناه داره. و چقدر که سرعت در وضو باشه امان قدر خوبه. به سرعت بشوید وضو کنید. واجب در عدد غسل اعضا چیست؟ این خو 6 چیز فرض شد، یعنی در شمار ششتن اعضای وضو چی فرض است یا چی واجب است. فرض واجب اینجا که میگم یک معنا داره. یا علما مجتهدین میگن مرتن واحد، یک مرتبه فرض است. یا امام نووی در شرح مسلم میگه هذا الحدیث اصل عظیم، میگه می حدیثی که عثمان بیان کرده یک اصل عظیم یا قاعده کلی است فی صفت الوضو، در صفت وضوء پیامبر. وقد اجمع المسلمون، اتفاق کرده مسلمانان، ائمه مجتهدین صحابه، علی ان الواجب، این که آنچه که فرض است در شستن اعضای بدن امی 4 عضو مرتن واحد، یک مرتبهش فرض است، ولی دست بزنی. و علی ان الثلاث سنت، و 3 مرتبه سنت. 4 مرتبهش چیز گناه است، ظلم است، تجاوز است، گناه است و ثواب دست میتی. 4 و 5 و 6. عبدالله بن عباس دلیلش است که حدیث بخاری است. می فرماید که ابن عباس ان نبی صلی الله علیه و سلم توضا مرتن. پیامبر صلی الله میگه وضو کرد یک مرتبه. این حدیث صحیح است در بخاری. و دیگه از عبدالله بن عباس حدیث صحیح دیگه در بخاری است که ان نبی صلی الله علیه و سلم توضا مرتين. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو مرتبه وضو کرد. در این حدیث آمده 3، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی وقت 1، بعضی وقت 2، بعضی وقت 3، نظر به این که اگر کسی کار میدونه یک ضرورت می باشه یا آب کم است 1 مرتبه هم کفایت میکنه. اما اگر آب باشه و مشکل نباشه 3 مرتبه. 1 مرتبه به این خاطر که به امت بفهمونه که اینمی هم جایز است، یعنی 2 و 3 فرض نیست. و حکم از این که سوال پیدا میشه ششته شود بعضی اعضا 1 مرتبه، بعضی اعضا 2 مرتبه، بعضی 3 مرتبه. مثلا یک کسی روی خود 1 دفعه بشه، با دست خود 2 دفعه، پای خود 3 دفعه. این چطور میشه؟ یک عضو بدن خود 1 دفعه میشه و یک عضوش 2، یک عضوش 3، یا برعکس میکنه روی 3 دفعه دست 1 دفعه. این چطوره؟ جایز است یا نه؟ سوال جوابش است که جایز است به خاطر که در یه حدیث آمدگی سرسیش. در حدیث عبدالله بن زید در صفت وضو پیامبر آمده که ثم ادخل یده، می دست خود داخل کرد پیامبر سم داب او اخی تو از ظرف آب تو میگرفت. فغسل وجهه 3، روی خود 3 مرتبه شست روی خود. ثم غسل يديه مرتين، باز دستای خود 2 مرتبه شست الى المرفقین. و انا آمدم میگه روی خود 3 مرتبه، دستای خود 2 مرتبه. رواه البخاری، این امام بخاری نقل کرده. یعنی از این فهمیده میشه که جایزه. پیامبر صلی می کارم به خاطر جواز کرده. و امام نووی میگه فی دلالتون، دی حدیث دلالت است علی جواز مخالفت الاعضاء، با جایز بودن مخالفت کردن با اعضا که یک عضو 2 مرتبه، دیگه عضو 3 مرتبه. و غسل بعضی ثلاثه و بعضی مرتين و بعضی مره، اینکه یک کسی یک عضو خود 3 مرتبه بشه، دیگه 2 مرتبه، دیگه 1 مرتبه. شیخ ابن عثیمین یکی از علمای بزرگ میگه قد کره بعض علما یخالف بین الاعضاء، بعض علما میگه مکروه گفته که مخالفت شود در بین اعضا در شمار، یک عضو 1 دفعه و 3 و چی. و مفیدا غسلت الوجه مرتين فلا تصل الیدین مرتين، اگر روی 1 دفعه ششتی پای با 2 مرتبه نشوی، کلش با 1 دفعه بود، دیگه میگه مکروه از غیر از اما روی یا 2 دفعه ششتی با کل اعضا 2، اگر 1 دفعه ششتی کلش 1 دفعه. بعض علما میگن اما ثواب است، این میگه مکروه نیست، اگر روی 1 دفعه بشه دیگه اعضا 2 3 جایزه. چرا؟ فانه ثبت، زیرا ثابت شده ان الرسول صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله ببارزی رحمت و سلامتی بفرستد، خالف میگه مخالفت کرد در اعضای ششتن اعضای وضو. فغسل الوجه 3، روی خود 3 مرتبه شست، والیدین مرتين، دستا 2 مرتبه شست.
یعنی ضرور نیست که روی 3 دفعه ششتی کل 1000 3 باشه. زیرا پیامبر کار و افضل است که ایاتی به هذا مرت و به هذا مرت. بهتر است که بعضی وقت به این عمل کنی، بعضی وقت به او عمل کنی. این طور ما شما بکنیم. به خاطر پیامبر مختلف عمل کرده، تو هم مختلف عمل کن. مثلا یک روز 3 دفعه روی بشه، 2 دفعه دست بشه، حتی این بهتره. به سنت پیامبر عمل شو. یکم دفعه کار ضروری بود 1 دفعه باشه، کم بود به مو عمل شود. خب آب سعی کنین، آب دمی وقت کل دنیا میگه آب کم شده رایت، افغانستان هم آبش کم شده رایت. پیامبر سوسم آب در ظرف میمون بازی تو میگرفت. اگر شما با 1 دوله بانین، مثلا 1 هفته 3 دوله میبره، اگر دمور در 1 دوله بانین هفته را 3 حصه کنین که تینمی میشه کل اعضایتان وضو کنین. به خاطر که این قسم گرفتن آب کم مصرف میشه. که 1 دست دادان، حتی بعضی پیامبر دادان بینی خود 1 دفعه آب میند. باز می تو رویتان که آب بسیار کم مصرف شد. کوشش نهایی کنین که آب در غسل و وضو اسراف در آب نکنین، حرام است. خصوصا در جایی که آب نیست و کمه. افغانستان بسیار اسراف میکنه در آب و کلش گناه است. زیرا پیامبر گفت اگر 3 دفعه زیاد ششتی فقط این ظلم میشه، این تجاوز میشه. و بعضی نل آب الا میمانه چقدر مصرف میشه. اما آب اگر نل هم بود باز کو گرفتی شروعیتا باز بستش کن، باز کو این قسم که آب زیاد مصرف نشه، وازو بسته کده برو، یا بسیار کم وازش کو، کم باشه که تا که میگیری او کم بریزه، یعنی آب ضایع نشه. بعضی هم روی خود در زیر نل تیر میکنه و میماله نه شکیستم میگه. این شک گناه داره شک کردن اینا. حکم معاونت الوضو. یک سوال پیدا میشه که کسی در وضو کردن از دیگه کس کمک میخواد، بیا در دست ما پرتو، باز روی خودم میشه دیگه کس میپرته وضو میکنه. این چطور؟ ناس حال خود نل است که اون ما را کمک میکنه، نه نل ایلا کنیم، ولی نل نیست. افتاواز یک کسی را میگی بیا به ما پرتو، یک کسی آب میپرته، جایز است نیست. بعض علما گفته که مکروه است، اما صحیح است که جایز است من غیر کراهه. جایز است بدون مکروه بودن، بدون کراهت، هیچ مکروه نیست. دلیلش احادیث صریح است. حدیث مغیره ابن شعبه قال می کنت مع النبی صلی الله علیه وسلم فی سفر، ما به همراه پیامبر می در سفر بودم. فقال گفت یا مغیره خذ الاداوه، بگی نمی چرا کوزه آب یا افتاوه آب. فاخذت می ما گرفت میره. فانطلق می پیامبر رفت حتی توارا عنی، دور شدن، یعنی برای قضای حاجت را دور رفت. فقضا حاجته، حاجت خدا پورا کرد، یعنی تشناب را. و اگر جایی که تشناب باشه خیر نبود، دور بری، چقدر دور بری خوب است. ثم جا باز آمد، احادیث دراز از می فسبب تو علیه، ما آب انداختم فتوضا وضو کرد، یعنی در دستایش انداختم، من آب می انداختم و وضو میکرد. متفق علیه، امام بخاری مسلم میره نقل کرده است. یکم تو را بگوی بیا ما برات پرتم، میگه نکو گناهگار ما میکنی، گناهگار نمیشه. و عن اسامه ابن زید این نواسه پیامبر صلی الله علیه و سلم نواسه خواندش، ان رسول الله لما افاض من عرفه، می پیامبر صلی الله وقتی که پایین شد از عرفه در حج فرضی، از عرفات می به طرف مزدلفه، عدل الی الشعب، بازگشت کرد، می رفت به طرف شعب کس شین عین با، یک شعب است یک شعب است. شعب مردم هم میگه و سوراخ امو درز پیاله را میگه، یعنی معنای مشترک داره. شعب مردم هم میگه، شعب العراقی میگه مردم عراق. یک شعب است، شعب امو رایی که به طرف کو میره، رایی که به طرف جنگل و چی میره، میگه به اون طرف رفت. فقضا حاجته، حاجت خدا پورا کرد، یعنی تشناب را. قال اسامه میگه فجعلت اصب علی، این سکوی غیر از مغیر است، اسامه دیگه صحابی میگه من شروع شدم که با بالای ازی آب می انداختم و یتوضا و پیامبر وضو میکرد. متفق علیه، امام بخاری مسلمی را نقل کرده. نووی میگه، امام نووی نظر علما در شرح مسلم، عن حدیث مغیره، از حدیث مغیره میگه فی هذا الحدیث دلیل، در این حدیث میگه دلیل است، در این حدیث علی جواز الاستعانه فی الوضو، که جایز است انسان در کمک بخواهد در وضو، یعنی دیگه کس برش آب پرته. وقد ثبت ایضا، می ثابت شده همچنان در حدیث اسامه ابن زید انه صب علی رسول الله فی وضوء حين انصرف من عرف، کیام انداخته به پیامبر صلی الله علیه و وضوش آب در دست و رویش در وقتی که از عرفه بازگشت کرد. حافظ
ابن حجر در فتح الباری میگه که شرح بخاری کلانترین شرح بخاری روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه. امام حاکم میگه که ربیعه بنت معوذ میگه که یه خانم است، من پیش پیامبر آمدم به وضوء یعنی به آب وضو، فقال گفت اسکبی پرتو امی آبا، میگه فسکبت آبم با بالایش انداختم در دستاش و وضو کرد. یعنی کمک خواستن کلش دلایل است. حافظ ابن حجر میگه و هذا اصرح فی عدم الکراهه من الحدیثین المذکورین، این صریح است که مکروه نیست از جهت دو حدیثی که ذکر شد کونی فی الحضر. میگه این حدیث هم بسیار صریح است، دو حدیث اول کرد به خاطر که ده هزار بوده او ده سفر بود یعنی ده خانه خود بوده، ولی کونی بصیغت طلب و یک طلب کرد گفت پرتو آبا، یعنی او را گفت تو پرتو با ما خودم نمی پرتو. بعض علما میگه کراهت میگن که کمک گرفتن مکروه است ولی قولشان ضعیف است، کدام دلیل قوی وجود نداره، دلایل قوی صحیح است. فین قال قائل، اگر کسی بگه که چرا این مشروع نیست، زیرا یه جهت باب تعاون است بین نیکی و تقوا، یعنی اگر کسی بگه که چرا این علمایی را مکروه میگن، یک کسی آبا میپرته خود تعاون میکنه. الله در قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا، یک دیگر تان کمک کنین به نیکی و تقوا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یک دیگر کمک نکنین به گناه و تجاوز. بد نیکی عالمی آب که یک کسی میپرته خود ثواب باید بگیره، این چرا این علمایی را مکروه گفتن؟ همین بعض علمایی که قولشان ضعیفه. جوابش به خاطر که عبادت است وضو و در عبادات مناسب بر انسانی است که خودش رو انجام بده، خودش، یعنی عبادت است هر دیگه کس نکنه. مثلا یک کسی بگه که من نماز برو از طرف من دو رکعت نماز بخوان، و میگه ولم یرد عن النبی انه کل ما اراده، و از رسول هم ثابت نشده که هر وقت اراده کرده وضو کنه و طلب کرده باشه که بیا به ما پرتو، یگام دفعه این کار میکرد و یگام دفعه به خاطر جواز این کار کرده که این جایز است. سوال دیگه است که آیا حدیثی هست که منع کنه است استعانت یعنی کمک گرفتن که بعضی علما او را مکروه بگویند؟ جوابش است که حدیث آمدگی است بله، اما ثابت نیست نهی است کمک گرفتن. این امام نووی میگه. مثلا این جمله حدیث عبدالله بن عباس است، این بعضی علما به این حدیث استدلال کرد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا لا یکل طهوره الی احد، میگه پیامبر بود عادتشی که لا یکل نمی اسپارید طهوره همی آب خود را الی احد به کسی، یعنی آب وضو خود به کسی نمیداد که به ما پرتو. این امام ابن ماجه در سنن خود نقل کرده ولی و هو ضعیف، این حدیث ضعیف است. از این حدیث ضعیف استدلال کرده. یکم دفعه یک عالم که استدلال میکنه حدیث ضعیف میباشه خبر نمیباشه، ان سندش یا تحقیق نمیکنه، اما حدیثی که دید میگه این ناجایز است. پس وقتی که ما شما تحقیق کردیم دیدیم که حدیث صحیح جایز است و یا ضعیف است، دیگه ما گفته نمیتونیم که مکروه باشه. و دیگه حدیث عبدالله ابن عباس، حدیث عبدالله ابن عباس ابن عبدالرحمن مدنی میگه که این حدیث ابن ابی شیبه نقل کرده خصلتان لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یکلهما الی احد من اهلی، دو خوی میگه بود، دو چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی را نمیسپارید. کان یناول المسکین بیدی، میگه بود که یک مسکین به دست خود میگرفت یعنی کمکش میکرد و یضع طهوره من اللیل، و آب خود می شب جور میکرد و یخمر و میپوشاند، یعنی آب وضو خود شب خودش آماده میکرد، یعنی میگه دیگه کسی نمیگه که بر ما جور کنی. حال ما و شما خو سر خانمای خود چقدر کار میکنیم، ای که تو نکردی و تو نکردی، کل کار سر از او میکنیم. خب اگر که این حدیث هست اما پیامبر خانم‌ها را کمک کرده، اما این حدیث که ما استدلال کنیم یکی خدایی صریح هم نیست استدلال که وضو را کمک نگرفته، این حدیث ضعیف است و این صریح هم نیست. و آب آماده کردن جدا است اما انداختن در دست و جدا است. این حدیث صریح دلیل هم نیست، در این وقت ضعیف هم است. حکم کسی که توانایی پاکی را نداره چی است که کمک بگیره؟ کسی توانایی نداره دائم نه یک مشکلات داره نمیتونه خودش آب پرته، این چطور میشه؟ اینجا جوابش چیز وقتی که ممکن نباشد پاک کردن وجود مگر با کمک گرفتن از دیگران، باید اینجا واجب است که انسان چی بگیره؟ کمک بگیره. حالا یکم تا را بگوی وضو که نماز بخوان میگه وضو ندارم، میگه وضو کو میگه نمیتونم،
مجبور به ما کسی آب پرته، خب بگو دیگر پرته، واجبه. وضو را خود نماز ترک کردن نمیتونی، یک بهانه جور میکنه دیگه. امام نووی میگه در شرح مسلم اذا لم يقدر على الوضوء لازم تحصيل ما يوضئه اما متبرعا و اما باجره المثل. فکر کن اذا وجدا، میگه اگر توانایی به وضو یک انسان نداشت، واجب است سر از حاصل کردن و یک کسی که را وضو بده، یا مفت متبرع همون تو ثواب بگیره، یا اینکه با اجرت. اگر کسی میگه آب نمیپرتم، یک در پا بته 5 روپا بته، 5 روپا برش بته که آب برات پرت. واز الله خلاف میگه هیچ اختلاف نیست، حتی با پیسه اگر میشه یا یک مزدور بگیره در خانه خود نمیتونه و 5 وقت بر شاب پرتا. یک سوال دیگه است که حکم زیادت به وضو به 3 مرتبه چیست؟ کسی از 3 مرتبه زیاد وضو کنه، قبلا هم اگر گفتیم معلومیم حرام است. سک وضو باز ما شما در این احکام است، در دیگه حدیث میگه که با وضو که از کل گناه را الله محو میکنه، گناه صغیره را. با نماز که درجه میشه بر انسان، گناه با وضو ختم میشه. اما اگر 3 بار زیاد شد گناه را مرتکب میشی، گناه از بین نمیره، دیگه گناه میکنی. وای با کسایی که زیاد وضو چی میکنن، نه خو کسایی که نمیفهمن خود جداست، ولی باید بفهمیم ما دیگه. فإن لم تكن حراما فهي مکروه جدا، و اگر حرام نگوییمش میگه جدی مکروه منع شد. زیرا لان فعل نبی صلی الله علیه و کله لم یزد علی صلاه، فعل پیامبر میگه 3 زیاد نبوده و دیگه 3 را بعد گفته پیامبر از 3 بار اضافه اعضای بدن ششتم تقبیح کرده. مثلا و حدیثی که گفتم ابو داود روایت کرده، حدیث عمرو بن شعیب عن ابی جدی ان رجلا، میگه یک مرد صحابی اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پیش پیامبر صلی الله آمد، فقال گفت یا رسول الله، ای رسول الله، کیف الطهور، چه قسم پاک کردنه، این چه قسم وضو کنم؟ فدعا بماء، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب کرد آب فی اناء، در یک ظرف. بر از او میخواست یاد بده، نگفت که به زبان بگوی، عملی شروع کرد. فغسل کفی ثلاثا، 3 دفعه دستای خود 6 کف دست. ثم غسل وجهه ثلاث، روی خود 3 بار شست پیامبر. ثم غسل ذراعی، با دستای خود تا اونجا 3 بار شست. ثم مسح برأسی، با سر خود مسح کرد. ثم غسل رجلی ثلاثا، با پای خود 3 مرتبه شست، ثلاثا. ثم قال، باز گفت پیامبر هكذا الوضوء، یعنی مقسم وضوء. فمن زاد على هذا، کسی ازی زیاد کنه، یعنی 4 مرتبه بشه اعضای به 5، فقط اساء و ظلم، بدون شک بد کرد و ظلم کرد، این ثواب نگرفت و گناه هم کرد. رواه ابو داود، حدیث ابو داود حدیث صحیح است. احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه مجتهدین یا میگن که لا یزید الصلاه الا رجل مبتلا، میگه اسی زیاد نمیکنه شاید اعضا یک مسلمان مگر اون مردی که مبتلا باشه، این مرضی باشه، مرش به یک مرض بدعت و غیره مبتلا باشد یا دیگه گناه. سید فضیل ابن مبارک میگه لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الصلاه ای اسم، میگه ما اعتماد نمیکنم، باور ندارم که کسی 3 مرتبه زیاد عضو بدن در وضو بشویه و گناهگار نشوه. میگه ای من میگه اطمینان ندارم، گناهگار میشه، میگه گناهگار میشه، یعنی گناه را مرتکب میشه. فکر کنین که این کسایی که وضو را نفهمن چقدر چی میگه، قدر اسراف در غسل، اسراف در وضو. حکم نماز رکعتین بعد الوضو چیست؟ در حدیث میگه کسی که وضو کنه 2 رکعت نماز بخونه. چی حکم داره؟ فرض است یا واجب؟ یعنی بعد از هر وضو نماز. علما کنش میگه سنت است و فیها فضل عظیم، بزرگترین ثواب است. کسی که بعد از وضو 2 رکعت نماز، فرض اگه بود فرض میخونی، نبود نفل. دائم ما قبلا هم براتون گفتم که وضو بکنین، همیشه با وضو باشین و بعد از هر وضو که اقلا 2 رکعت نماز. و این چی است؟ مغفرت الذنوب، مغفرت گناه، بسیار درجه ها داره. زیرا در حدیث امی زیادت آمده است که ثم قال می پیامبر صلی گفت که امی صحابی رایت رسول الله توضا نحو ذی هذا، امی حدیث عثمان پیامبر می دیدم که بود مثل وضو کرد. ثم قال گفت من توضا نحو ذی هذا، کسی مثل وضو کنه و ثم صلى رکعتین، با 2 رکعت نماز بخونه، لا يحدث فيهما نفسه، گپ نزنه دمی 2 رکعت با خود، یعنی پیش از این نماز گپ نزنه، در دل خود گپ نزنه، فکرش دیگه جای نره، الا غفر له ما تقدم من ذنبی، مگر اینکه تمام گناه گذشتهش بخشیده میشه. سبحان الله، میشه که الله کل گناه را معاف کنه. اینا رو سعی کنین این ثواب که وعده شده 2 چیز شرط شده، 2 چیز. یکی که
وضوی انسان به مو کیفیتی باشه که پیامبر وضو کرد 3 مرتبه و زیاد نشه، با آب کم مصرف شه. می تو به ترتیب باشه و دست بزنی و سرعت باشه، طال نتی که یک عضو بدنت دیگهش خوش نشه. دوم این که صلات رکعتین عقب وضو به میصفت که ذکر شد. پیامبر چی گفت؟ لا یحدث فیه ما نفسه، یعنی لا یسترسل مع النفس، معنی این به امرای نفس خود گپ نزنه، خودش با خود گپ نزنه. گپی که گپ با زبان نه، فکرش دیگه جای نره. چه قسم فکرش؟ یعنی تو تصور دیگه جای نره. حال مردم ما شما که در نماز استاد میشه فکرش دیگه جای است، نه که در نماز استاد شد در دکان می باشه یا در بازار می باشه یا در شهر می باشه یا در یک جای دیگه می باشه. در نماز که استاد شد میخوانم به این خاطر که میره بعد میگه ما چند رکعت خواندم، 1 شد 2 شد 3 شد، فکرش دیگه جای. میگه این کار نکنه. حقیقت او ثواب نیست، ایست که خودش یعنی قصدن هرچی که ما یهجم علی النفس و تعذر دفعه، اگر در یک تصور از بیرون آمد ولی تو کوشش کردی که نبیاید، با دو گناهگار نمیشی یا این ثواب از این ثواب محروم نمیشی. اگر خود می خیالات میآید یا فکر دیگه جایش میره، خودت کوشش میکنی که فکرت نره. بسیار توجه بکن، زیرا در حدیث میگه که تعبد الله کانک تراه ما الاحسان. احسان چیست؟ حدیث صحیح مسلم. الله را تو عبادت کو که میبینی او را، به می تو با یک فکر افکارت جمع یا الله تو را میبینه. این که قسم که باشه با فکرت جای نمیره. خب امی حواست جمع کن، خشوع و حضور قلب برات پیدا کن، پیش خالق جهان استاد است. یک دفعه یک مکس بکو، اینطور که باشه باز فکرت دیگه جای نمیره. اگه آمدم نمان که فکرت دیگه جای بره، این از امی ثواب برات میرسه. اگر نه که امیستاد شدی فکرت دیگه جای و فکرت جمع نکردی. زیرا در آیت قرآن آمد قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، بدون شک عموم مؤمنون کامیاب هستند، جنت میرن که در نماز خدا خشوع دارن، حضور قلب دارن. پس ما شما فهمیدیم که در این حدیث گفت که گپ نزنه. یک فایده است که حدیث نفس یعنی گپ نفس که انسان با نفس خود با وجود خود گپ میزنه در دل خود، دو قسم است، با دو قسم تقسیم شده. یکی حدیث نفس است، گپای قلب است که با بالا انسان دفعش میکنه، دورش میکنه، نمیمانه که بیا این ضرر نمیرسانه در نماز، خودش می از بیرون اراده نمیکنه، از بیرون میاد یا وسواسهای شیطانی مختلف و این ردش میکنه. یکی حدیث نفس گپ زدن با قلب است که استمر رو ادامه میده و استرسل و خوبی را ایجاد کرده میره. این حرام است. این کس انسان محروم میسازه از این فضیلت وضو و فضیلت 2 رکعت نماز و این مغفرتی را که الله وعده کرده است. و دیگه بعض فایده حدیثی است که این حدیث دلیل است به فضیلت صلات در عقب وضو، که در عقب هر وضو 2 رکعت نماز. ما شما و حدیث دیگر هم براتون گفتم، حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله در شب معراج که رفت، بلال ابن حبشی را دید. بلال مؤذن پیامبر بود، غلام هم بود سابقش. دید که از پیامبر پیش در جنت روانه و پرسانش کرد که اوجا پرسان نکرد، او را دید دیگه در دنیا که آمد، پس شب معراج اینجا پس که آمد و بلال گفت که ای بلال، گفت من تو را دیدم در جنت پیش روان بودی، این چه عمل بوده؟ گفت که من یک عادت دارم که بعد از هر وقت که بیوضو شم وضو میکنم و می صفت اگر ما شما در خود ایجا کنیم بسیار درجه داره. بیوضو نگردیم، بیوضو که شدیم تلاش کنیم وضو کنیم. یکم دفعه اگر بیوضو بودی وضو نکردی یادت میره، یکم دفعه در نماز بیوضو هم استاد میشی، یادت میره. اما اگر میشه بعد از هر بیوضوگی وضو کردی هیچ مشکل هم پیدا نمیشه. دوم گپ گفتی است که ما بعد از هر وضو 2 رکعت نماز میخوانم. بعد از هر وضو، بعد از اون پیامبر گفت که فبها بینمی عمل است، یعنی یکی بعد میگه لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، محافظت نمیکنه با وضو مگر مؤمن کامل که وضو. و بعد از هر وضو نماز امید دیگه یک ذره سخت است. شب بخیزین و شب که بخیزی وضو کنی باز وقت نماز یک ذره سخت است. دیگه یه حدیث دلیل است که انسان از امی فرصت‌ها استفاده کند، توجه کنه به تعلم آداب وضو، آداب وضو را یاد بگیره، شروطش عمل بگیره و تعلیم بالفعل یعنی یاد بده مردم. به خاطر بسیار مبالغه است که یاد بگیره. و از فی سال علم للمتعلم، علم خوب به متعلم میرسان. فضل نشر علم و تبلیغی و علم که نشر میشه
و خوب تبلیغ علم می شود، یعنی انسان میتونه که علم به دیگران برسانه. و یعنی ما حالی کسی اولاد خدا یاد میته چطور کنه، کل اولاد خدا بشانه وضو کنه و یاد میگیرن، خودش یاد گرفت. نه نماز چطور یاد میتی؟ اولادای تا استاد کن موجه نماز بخوان، خودت نماز خوانده برو بلند بخوان، همین نفلیه را بلند خوانده برو، خودش یاد میگیره. ما همین تو کردیم. من خودم شخصا وضو میکردم کل گیره استاد میکردم، بعد نماز استاد میشدم، همین کل نمازهای نفلی رو در خانه بلند میخواند. در ظرف یک هفته کلش یاد گرفت. هیچ نگفتیم هم که تو الحمدلله بگو، او خودش یاد گرفت، کلشان یاد گرفتن. و اطفال باید شوقی شده بودن، یک چند ثوابش گفتم به اطفال تو سال تاثیر داره. بعد یک طفلک بود 3 ساله 4 ساله بود، سال خورد بود، همیشه گمش میکردم، داب میدیدم وضو دارم، چی میکنم؟ وضو میکنم. گفتم وضو نکو، وضو داشت یا نمیفا، بعد دیگه وضو میکرد. بیکار که میشد 24 ساعت وضو میکرد. گفتم وضو نکو. گفت مر وقتی بی وضو شدی؟ گفت خب من فکر کردم که میگی همیشه وضو کرده برو، وضو نما و این ثواب داره. مرا گفت خب میگی ثواب داره؟ گفتم ثواب داره. خب این هر وقت نکنی از وضو خلاص شد، بعد برو دیگه وضو کرده برو. يعني إنسان علم إيتو عملي نشان بتا. وعن علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأس واحدة أخرج أبو داود. اینجا یک سوال پیدا میشه که مس سر چگونه است؟ اینجا یک حدیث براتون، حدیث 34 است. در این حدیثی است که علی رضی الله عنه روایت کرده است. در خلیفه چهارم اسلام، داماد پیامبر، بسیار صحابی جلیل قدر است، دوستش داریم، اهل بیت پیامبر. علی میفرماید در صفت وضوء پیامبر قال گفت و مسح برأسی، خودش وضوش بیان کرد، میگه مسح کرد به سر خود واحده، یک مرتبه. اخرج ابو داود، ابو داود را نقل کرده، حدیث صحیح است. لفظ حدیث کاملا چه قسم است؟ این خو یک بخشش است که می ابن حجر اسقلانی را در کتاب خود بلوغ المرام آوردگی است. اما کامل حدیثی تو است که عن عبد خیر یک صحابی بسیار جلیل قدر قال می فرماد اتانا علی رضی الله عنه آمد پیش ما رضی الله عنه و قد صلی، در حالی که نماز خوانده بود، میگه آمد. فدعا بطهور، میگه طلب کرد آب که آب بیاریم. میگه فقلنا، ما در بین خود گفتیم ما یصنع بطهور، این چی میکنه با آب؟ این خود نماز خوانده، باز آب چی میکنه؟ امیال نماز خوان و قد صلی ما یرید، آن چیزی را که اراده کرد نماز خوانده بود. میگه گفتیم که الا لیعلمنا، مگر اینکه شاید بر ما لیعلمنا، با ما تعلیم میده که چه قسم وضو کنیم. گفت آب بیارین. فوتی، میگه آب آورده شد، بینان یک ظرف ایمان، ظرف دو آب بود و تشت بود، یعنی آبا گفتیم دو خیلی تو ظرف ها بود. فافرغ من الانای، میگه از او گرفت یک ذره آب علی یمینی به دست را، فغسل یدی، که دست را 3 مرتبه 6 دستای خود. ثم تمزمز، بعد مزمزه کرد، یعنی داب ددان انداخت. واستنثر ثلاثا، و 3 مرتبه خوب دهان خدا پاک تو غرغره کرد، آب انداخت. فمزمز، بعد مزمزه کرد. و نثر من الكف الذي ياخذ فيه، و اون کفی که آب میگرفت خوب میمالی و آب بیرون مینداخت. ثم غسل وجهه 3، روی خدا 3 مرتبه. ثم غسل یده الیمنا 3، یا تمزمز مزمزه کرد و استنثر، میشه در بینی آب انداخت، بعد بینی را پاک کرد. ثم غسل یده الیمنا، دست راست خدا 3 مرتبه، و غسل یده شمال 3، دست چپ خدا 3 بار و ایتو دست زد. ثم جعل یده فی الاناء، باز گردانی دست خدا در ظرف باز گرفت. فمسح برأسی مرتين، باز آب که تو گرفت 1 مرتبه سر مسح کرد، 1 مرتبه. ثم غسل رجله الیمنا 3، سکو در اینجا مرتن واحده 1 مرتبه آمده مسح سر. باز پای راست خدا 6 3 3 بار. سکو علی 3 بار پای 6 تا، ولی کسایی که میگن علی بسیار چه است نی قوی و صحابی تو راست و پای نمیشه نی. و رجل الشمال 3، و پای چپ خودم 3 بار 6. ثم قال گفت من سره، کسی که را خوشحال میسازه، یعلم وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو هذا، که بفهم وضوء پیامبر چه قسمت، اینمی وضوعش بود، یعنی خب با پیامبر زیاد بفهمی قسم وضوء میکرد. پس ما و شما هر عمل ما باید چی باشه؟ مطابق طریقه پیامبر، خصوصا عبادت که نبود نمیشه. ما الفرق بین المسح و الغسل؟ اینجا سوال است در بین مسح و غسل، شستن و مسح کردن چی فرقه؟ جوابش است که مسح کردن حاجت نیست که انسان آب جاری بسازه در مسح در سر، یعنی آب بگیره پرتا ایتو آب پرتا در سر خود اینه، بلکه فقط میکنه که دست آب بزنه یا آب بگیره، باز چی کنه؟
مسح کند سر خود این آب کش کند، آب کش بکنه، اینیم کفایت. غسل کس لابودی از جریان آب که آب باید پرتی ششتن، آب باید پرتیده وجود. خب سوال دیگه است که آنچه که مشروع است در مسح سر کدامش خوب است، ششتن یا مسح کردن؟ جواب است که مشروع مسح است، ششتن نه. و این فعل پیامبر هم دائم بود، دائم می کار میکرد. بعد این حدیث و مسح برأسی مسح کرد در سر، و در حدیث عثمان خواندیم نه متفق علیه و مسح برأسی سر خود مسح کرد. و در حدیث عبدالله ابن زید بود در صحیحین بخاری مسلم که ثم ادخل یده دست خود آب تیر کرد و مسح رأسه با سر خود چی کرد؟ مسح کرد. اینان یک سوال دیگه است که چی حکم است اگر سر خدا بوش عوض مسح، سر بوش یعنی یگام تا کس تو وضو میکنه باز میگه برو سر کس آب میپرتنی در تشناب کرد میگه از چی یاده آب پرتی. اختلاف کرده علما در این گپ. قول اولی است که یجزئ میگن جایز است کسی عوض مسح سر بوشه. چرا میگه الله کس غسل یعنی ششتن ساقط کرده به خاطر تخفیف، به خاطر آسانی، به خاطر سهولت. به این خاطر واقعا سخت است اگه آب در سر پرتی. فاذا غسلوا اگر میشویم فقط اختار لنفسی ما و اغلظ، این برای خود انتخاب که چیزی که سخت است اون انتخاب کرده، یعنی کدام گپی نیست، گناه نداره، میشه.